به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام زبان آموزان گرامی. درس 24 است از سلسله درس های ترکی برای نوآموزان. خب ما و شما رسیدیم به حرف ش. الفبای زبان ترکی حرف ش. این حرف اگر در زیرش یک چی میگویند ویرگولچه خرد اگر نداشته باشد، پس در زبان انگلیسی حرف S است. S. لیکن در زبان ترکی این حرف ش است. ش. ش. شاهین. 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 شاهین به زبان تاجیکی هم شاهین می شود و هم باز و شاهین. شپکا. 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 این در زبان تاجیکی کلاه یا تلپک. کلاه بهتر است. کلاه میگوییم این را. شاید کلمه شپکا از زبان روسی و زبان ترکی گذاشته باشد شاید. خب کلمه دیگر شکر. 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 ترک ها، مردم ترکیه، حرف ر رو پره تلفظ نمی کنند. مثلا ما میگوییم شکر. 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 لیکن در زبان ترکی شکر. شکر. ر هست اما پر نیست، یعنی شکر. 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 شکر وارمه. شکر وارمه، یعنی میگیم شکر هست یا شکر دارین وقتی به مغازه میدارین. شکر. شکر در زبان تاجیکی شکر می شود. اصلا کلمه شکر یا همین قندی که یا که همین موادی که در چای می اندازیم می نوشیم، این در بسیاری زبان به هم مانند هستند. مثل شکر در زبان ترکی، شکر در زبان تاجیکی و شکر در زبان فارسی و سکر در زبان عربی و شوگر. 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 شوگر در زبان انگلیسی و سخر. سخر. سخر در زبان روسی. یعنی با هم یک کم و بیش مانندی دارند. خب کلمه دیگر شمسیه. 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 شمسیه و زبان تاجیکی چتر میگویند. چتر. و ترجمه دیگرش هم شمسیه نیز می شود و سایبان هم می شود. کلمه شمسیه اصلا از زبان عربی و زبان ترکی گذشته است، چون که در زبان عربی شمسیتون میگویند. شمسیه. شمسیه. و در زبان تاجیکی کلمه شمسیه نامی دخترانه است. شمسیه نامی دخترانه است، لیکن گاه با معنای چتر استفاده می شود. و این بود کلمه آخرین این درس، شمسیه و زبان تاجیکی چتر. خب این بود درس 24. تا درس های نوبتی، خدا نگهداری یکایک شما.